سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ امیدوارم که مثل من سرما نخورده باشین. آره دیگه، از صدام کامل مشخصه که یه مدت طولانی که درگیر سرماخوردگی هستم، ولی هنوز صدام باز نشده. مجبورم با همین صدا براتون امروز این ویدیو رو آماده کنم و خدمتتون آموزش بدم. میبینین که امروز دست پر اومدم پیشتون. بله، با این کیک شکلاتی فوق‌العاده خوشمزه که بهتون قول میدم هم موقع درست کردنش اصلا اذیت نمیشین، هم از نتیجه کار حسابی لذت میبرین. خب بریم که بهتون بگم چطور باید این کیک خوشمزه رو درست کنیم. اول از همه به 4 تا تخم مرغ متوسط احتیاج داریم. بهتره که تخم مرغ‌ها تو دمای محیط باشن که هرچه بیشتر کیک ما پف کنه. دونه دونه من تخم مرغ‌ها رو داخل ظرف مناسب میشکونم. حالا بهش به اندازه 1 لیوان شکر اضافه میکنم. این لیوانای من معادل 200 میلی لیتر یا 200 گرم هستش. حالا با همزد کامل تخم مرغ‌ها و شکر رو خوب با هم مخلوط میکنم، میزنم تا همونطور که میبینین به این رنگ کرم رنگ در بیاد و حسابی حجمش زیاد بشه. باید بهش به اندازه 100 میلی لیتر یا همونطور که میبینید به اندازه این استکان من روغن مایع اضافه کنیم. ماده بعدی شیر هستش. دوباره شیر هم اگر توی دمای محیط باشه و ولرم باشه باز باعث میشه که کیک شما هرچه بهتر و بیشتر پف کنه. چقدر شیر میخوایم؟ به اندازه 200 میلی لیتر هم شیر نیاز داریم و در ادامه 1 پاکت وانیل اضافه میکنیم که معادل 10 گرم هست. اگر به این شکل وانیل در دسترستون نیست اندازش رو هم من بهتون میگم که 10 گرمه. اون رو هم اضافه کنین. حالا با دور آهسته یه مقدار دیگه با همزن برقی میزنیم تا روغن و شیر و وانیل هم با بقیه مواد داخل کاسه مخلوط بشه. خب حالا نوبت اضافه کردن مواد خشکمون هستش. به اندازه 2 لیوان آرد سفید گندم نیاز داریم یا معادل 400 گرم و به اندازه 3 قاشق غذاخوری هم پودر کاکائو. اون رو هم اضافه میکنم و در نهایت نوبت اضافه کردن بیکینگ پودر هستش. 1 پاکت بیکینگ پودر نیاز دارم معادل 10 گرم که حتما حواستون باشه، مثل همیشه گفتم بیکینگ پودر باید تازه باشه. با دور آهسته همزن برقی شروع میکنم مواد خشک رو با قسمت مایع مخلوط میکنم تا یک دست شدن کامل مایع که به یک رنگ شکلاتی خوش رنگ در بیاد به کارم ادامه میدم. حواستون باشه که به هیچ وجه آرد به صورت گوله گوله تو هیچ جای مایع باقی نمونه. بچه‌ها در ضمن یادتون باشه که از همون اول که میخواین شروع کنین مایع کیک رو آماده کنین فرتون رو هم روشن کنین و بذارین که حتما گرم بشه. پس باید فر برای درست کردن کیک از قبل گرم بشه. توی مرحله همونطور که دارین میبینین من با این لیسک دورگیری میکنم کاسه رو که اون موادی که موقع هم زدن پاشیده اطراف کاسه هم دوباره وارد خود مایع کیک بشه. خب دیگه به اون رنگ دلخواه رسیدم. مایع کامل 1 دست شد و دیگه هم زدن کافی هستش. من 1 قالب مستطیلی دارم به ابعاد 27 در 40 سانت. 1 مقدار روغن مایع کف قالب میریزم و با قلمو تمام سطح قالب رو به روغن آغشته میکنم. مایع کیک رو به صورت 1 نواخت تو کل این قالب میریزم. حالا باید این قالب رو توی طبقه وسط در فری که دماش 170 درجه هست و فقط حرارت از پایین هستش به مدت 30 دقیقه قرار بدین و اجازه بدین که کامل بپزه. توی این فاصله باید بریم سراغ درست کردن خامه کیک. من به اندازه 2 پاکت کرم شانتی دارم
که داخل کاسه میریزم و 200 میلی لیتر هم بهش شیر کاملا سرد اضافه میکنم و با همزن برقی شروع میکنم به زدن تا کامل فرم بگیره. این رو هم اضافه کنم اگر که دوست دارین خامه‌تون شیرین تر باشه میتونین یک مقدار همون اول پودر قند اضافه کنین. اندازه مثلا 2 تا 3 تا قاشق غذاخوری کافی هستش. حالا میرم سراغ درست کردن روکش شکلاتی کیکم. یک بسته پودر سس شکلات دارم که داخل قابلمه میریزم و بهش به اندازه 500 میلی لیتر شیر اضافه میکنم و ابتدا بدون اینکه حرارت رو روشن کنم با همزن دستی پودر و شیر رو کامل با هم مخلوط میکنم. بعد از اینکه یک مایع یک دست به دست اومد دیگه زیر قابلمه رو روشن میکنم و میذارم روی حرارت باشه. همچنان به هم زدن باید ادامه بدین تا نسوزه. حرارت هم باید ملایم باشه، نه خیلی کم نه خیلی زیاد. مدام هم دورگیری میکنم تا یک سس یک دست در نهایت داشته باشم. کم کم توی تصویر که میبینی به این شکل در بیاد به غلظت دلخواه میرسه. اینجا اضافه کنم که اگر به پودر سس شکلات آماده بازاری دسترسی ندارین، من توی یکی از آموزش هام در مورد کیک شکلاتی به صورت خونگی دستور تهیه‌اش رو گذاشتم. میتونین اون ویدیو رو بریم ببینین و طرز تهیه خانگی این سس رو یاد بگیرید. خب بعد از 30 دقیقه کیک دیگه کامل پخته، از داخل فرمن درش میارم، با یک خلال چوبی میزنم قسمت وسط کیک که مطمئن بشم چیزی از مایع کیک بهش نمیچسبه. حالا با همون خلال چوب شروع میکنم تمام سطح کیک رو سوراخ سوراخ میکنم و بعد به اندازه 400 میلی لیتر یا معادل 2 لیوان شیر بهش اضافه میکنم تا بافت کیک مرطوب بشه. زمان بدین تا شیر کامل جذب بافت کیکتون بشه و حتما یه 2-3 دقیقه بعد از اینکه کیک رو از فرن خارج کردین بهش زمان بدین و بعد شیر رو اضافه کنین. به کیک کاملا داغ نباید شیر اضافه کرد. خب حالا نوبت اضافه کردن خام شانتی هستش که توی این مدت داخل یخچال بوده، کامل سرد شده. من روی سطح کیک میریزم و به کمک لیستک یا کاردک مخصوص در تمام سطح کیک به صورت یک نواح خامه رو پخش میکنم. بچه‌ها اگر که به پودر خامه شانتی دسترسی نداشتین میتونید از هر مدل خامه قنادی دیگه توی بازار استفاده کنین، ولی خب دیگه باید طبق طرز تهیه‌ای که روی بسته بندی نوشته شده عمل کنین. این دستوری که من خدمتتون گفتم فقط برای پودر کرم شانتی هستش. بعد از اینکه کارمون با خامه تموم شد نوبت میرسه به ریختن سس شکلاتی روی کیک. سس شکلاتی ما توی دمای محیط خنک شده. سر تا سر سطح کیک رو من سس شکلاتی میریزم و بعد با لیستک یا کاردک مخصوص سطحش رو صاف و یک نواخت میکنم. خب بعد از اینکه 1 ساعت دوباره کیک رو داخل یخچال گذاشتم تا یک مقدار دیگه خنک بشه، از یخچال خارج میکنم و با این چاقو به این شکل که میبینید برش میزنم. من میخوام کیک رو به صورت مربع‌های در اندازه متوسط برش بزنم. شما میتونید به هر شکلی که دوست دارین برش بزنید، دیگه کاملا به سلیقه خودتون ربط داره. بعد از این مرحله هم نوبت تزیین روی کیک از راه میرسه. من با رزبری که توی فریزر دارم روی کیک رو تزیین میکنم. شما با هر ماده‌ای که زیبا کننده سطح کیکتون هست و در دسترستون هست میتونین این کار رو انجام بدین. حالا میتونه اسمارتیز باشه، پودر پسته باشه،
توت فرنگی تازه برش خورده باشه، هرچی طبق سلیقه خودتون هستش که میتونین روی کیک رو باهاش تزیین کنین. فوق‌العاده کیک خوشمزه‌ای هست. بهتون توصیه میکنم که حتما دست به کار بشین توی خونه این کیک خوشمزه رو تهیه کنین. واقعا بی آزار هستش، قلق خاصی نداره. اگر که اندازه مواد رو طبق چیزی که بهتون گفتم رعایت کنین، حتما به نتیجه دلخواه میرسین و میتونید در کنار چایی و قهوه‌تون یک کیک خوشمزه شکلاتی داشته باشین. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. ممنون میشم که با لایک هاتون از من حمایت کنین. اگر کانال رو سابسکرایب ندارین حتما این کار رو انجام بدین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون باشه.